و یک فیلم کامل از دوستا دارم که یک جمعه با اونا بودم و فیلمی برای شما آماده کردم که آماده پخش بود. حتما اطلاع میدم و خدمت شما دوستان میگذارم. چندین گروه کوهنورد هست که روزهای تعطیلی مثلا روزهای جمعه از تخت سفر به کوه دشت چهار طرف هرات میزنن صبح زود و ساعتهای 2-3 بعد از ظهر برمیگردن به شهر. صبحانه و نون چاشت خورم سعی میکنن که بالیکو بخورن. تعداد زیادی از شهروندان هراتی برای ورزش صبح اینجا میاین. از صبح زود بعد از نماز تا ساعتهای 9 صبح یکی از شلوغ‌ترین منطقه‌های شهر هرات هست. خیلی با خانواده خود میاین، خیلی خانم ها هستن، بچهای خردسال هستن و هر نوع سپورت صبح اینجا پیدا میکنین، از کاراته و تکواندو، جیمناستیک گرفته، موتور سوارها، بایسکل سوارها. کیف سنگینه و سربالی های تخت سفر از موتور استفاده کردم، ولی خیلی زود باید پایین چیم و کل راه پیاده بریم. بازم خوبه که هنوز به گرمای تابستون هرات نخوردیم و در ضمن یک باد شدیدی هم خود ما هست به داخل شهر، بادهای 120 روزه و بالای کوه هم که بادهای همیشگی هرات. بازم سعی کردم که تصاویر مناسبی خدمت شما دوستان آماده کنم. امیدوارم که قابل دیدن باشه برای شما دوستان و منتظر فیلم کامل از کوهنوردی باشین. میریم بالیکو با هم. خب جوانای کوهنورد مسیر خود ادامه دادن و من مابین راه سر یک تپی موندم تا بتونم حداقل با باد کمتر به شما تصویرهایی آماده کنم.